قرار ما اینجا رادیو خاک. به شما که این بار از راه این صدا و تصویر به ما دل میدید سلام. همراهیتون به دیده منت. قطعه کوتاهی رو که شنیدید تیتراژ رادیو بود با یک اجرای متفاوت که اگر پیش از این به ما دل داده باشید حتما شنیدینش. دانه 8 انار. آقا چرا انار؟ آقا بایشونی؟ بگید شما بگید. پس چی؟ چرا انار؟ چرا انار؟ ما فکر کردیم که بافت یزد شبیه یه اناره که هر کدوم از خونه ها میتونن یکی از این دونه ها باشن. این که این دونه های شبیه هم، ظاهرا شبیه هم کنار هم قرار گرفتن و یه بافتی دورشونه، شاید میوه این شکلی نداشته باشیم. برای ما این دونه ها هر کدوم یه مزه‌ای دارند. یه انار ممکنه ترش باشه، یه انار شیرین باشه یا حتی گس باشه. هر کدوم از خونه ها میتونن همچین مزه‌ای داشته باشن و هر کدوم از قصه ها. یه چیز جالبم بگم، مامان من وقتی که میخواد انار پذیرایی کنن مثلا همینطوری یه دونه انار رو نمیبرن و بیارن، هرچی که انار داشته باشیم هرچی میبرن، بعد همشو انگار که مثلا شما به عنوان یه نفری که میخواید یه دونه انار بخوری میتونی مزه های متفاوت رو تجربه کنی، در حالی که اگه یه دونه انار رو بخوای بخوری ممکنه یا فقط شیرین باشه یا ترش باشه یا گس. این برام خیلی جالب بود. و اینکه ما توی قصه هامون هر کدوم از خونه ها یه دونه انارن. وقتی که توی بافت، حالا بافتای تاریخی استانی از قدم میزنید، شاید بیشتر توی تفت، چیزی که شما رو دعوت میکنه به خونه اون گل انارایی است که سر دیوارای گلی شما رو وسوسه میکنه که شاید به اون خونه سر بزن. برای ما گل انارا هم سوژه ها یا داستان هایی بودن که ممکن بود تبدیل به قصه بشن و تبدیل به دونه انار بشن. فعلا 2 تا از این گل انارا رو داشتیم و تا اینجا 5 تا دونه انار. امروز هم قرار بود دانه 8 رو داشته باشیم. قرار بود دانه 8 قصه شما باشه که با توجه به اینکه همراهی نکردید گفتیم که اصلا با مخاطب حرف بزنیم. شما از انار بگید. برای منم انار یه همچین حالتی داره که از وقتی که گل انار میاد که حالا دمدم اردیبهشته تا آبانی که مثلا حالا خود انار میرسه، این تفاوت رنگش و این بودن سر درختش و اینها جلوه بیشتری نسبت به بقیه به قول معروف میوه‌هایی داره که نرسیدن هنوز. خب شاید مثلا ما بقیه میوه‌هایی که هنوز نرسیدن خیلی نگاهی نمی‌کنیم، گردوی خیلی گمه توی درخت، ولی گل انار نه، از وقتی که میاد خوبه، به قول معروف بر روی داره. بعد همیشه هم واسه این شکلی بود که یزد کی وقت اومدنش خوبه و کی میشه یزد اومد و دید و اینا. 2 تا بود که یکی گل انار یکی خود انار، یعنی دیدن یزد به این 2 تا وقت معروف بود واسه من. یا وقتی میخواید بیاد یزد ببینید یا گل انارش بیاد یا وقت انارش بیاد. برای همین انگار وقت مثلا
بروز یزده، وقت ارائه یزده و حتی ما تو ذهن اون قصه از یزد شروع شد. بعد هرچی که رفتیم جلوتر خب اصلا میوه مقداری انگار تم ایرانی هم داره، یعنی شما وقتی که میچرخید انگار این تو ایران انقدر هست و انقدر طرفدار داره، انقدر معنا داره، انقدر شعر داره، چیزای دیگه روش داره و میشه گفت انقدر فرهنگ داره. برای همین موضوع شد به گل انار، یعنی موضوع ماجرا شد به انار و حالا اون وسوسه انگیزی شو و به قول دایه ما میوه که خدا تاج گذاشته سرش دیگه، یعنی خودش پادشاهی برای خودش. و به نظرم حس داره. مثلا شما الان بخواید عکس بگیری، اگه بخواید مثلا سنگ یه طالبی بذارید اینجا هیچ واسه میگم پس چی؟ خب شما مثلا یه میوه دیگه بذارید به جاش. خواهید نه خوبه؟ نه خوبه برام سوال. خوبم نباشه ما قرار همینجوری با انارامون پیش بریم. و نه واقعا برام شما تصور کنید اون متنه بود که فکر کنم شما خوندیدش، درسته؟ کدوم؟ شهر یزدی انار بله سرخ بله. شفاف و پیچیده و وسوسه برانگیز با دونه‌های ظاهرا شبیه هم. به نظرم که شما از بالای یزد نگاه میکنید یک سری حالا فضاهایی که ظاهرا شبیه همن پیچیدن ولی خیلی درونگران و باید لایه لایه بازشون کنی و اصلا معلوم نیست اون تو چه اتفاقی افتاده باشه. نمیدونم، به نظرم خیلی شبیه دونه‌های انار. این سوالی که اولش برای خانم من شبیه مجریات شدم، الان ممکنه برای بینندگان عزیز من سوال باشه. اولش برای خودم واقعا سوال بود، اینکه چرا اسم رادیو خاکه؟ جزء من جزء مخالفم. آره اینجا جزء چیز بوده، جزء رأیای قاطع دیکتاتوری من بوده. جلسه گذاشتیم همه رأیا منفی اومد، اکثر رأیا راجع به اسم رادیو ایشون اسمو گذاشتن. آره من شناسنامه رو گرفته بودم قبلش نمی‌شد عوض کرد. من در واقعیتش اینه که فکر میکنم که اون چیزی که حالا شاید خیلی وقتی که مثلا بشنون ما رو ببینن ما رو احساس کنن که ما داریم یه کار خیلی لاکچریه، خیلی حالا بی اهمیت غیر ضروری برای یه فضایی که نسبت به گذشته است انجام میدیم. حالا یا خیلی بیکاریم یا خیلی پول داریم یا خیلی مثلا واقعیتش واسه من اینه که نه، اصلا قصه کاملا برعکس. اگر بخوایم میذاریم نگاهمون به جلو باشه و نگاه امیدوارانه نسبت به جلو داشته باشیم، لاجرم بعد نسبت به 2 تا موضوع عکس العمل نشون بدیم، حساس باشیم، کنشگر باشیم. یکیش حالا منابع طبیعی مونه، اون چیزی که به عنوان منابع طبیعی، هر آن چیزی که ما بهش میگیم طبیعت، میگیم منابع طبیعی، میگیم محیط زیست، هر چیزی که بخوایم اسمشو بذاریم تو هر نگاهی. یکیش هم موضوع فرهنگی مونه. خب یه نقطه مشترک خوبی توی یزد داره، یعنی اگر یعنی معماری به عنوان یکی از ظواهر اصلی این فرهنگه تو یزد یه خلاصه‌ای میشه در خاک و اون طبیعت هم یه خلاصه‌ای میشه در خاک، یعنی انگار مثلا نقطه آغازین هر 2 تا بالی که ما باید نسبت بهش یه ذره حساس باشیم. یعنی من هیچ وقت نسبت به آینده وقتی می‌خواستم فکر کنم مثلا این مهم نبوده که مثلا ما تو صنعت داریم چی کار می‌کنیم. هر وقت قرار بود نسبت به آینده امیدوار باشم و نگران باشم چه کردم که ما نسبت به مثلا طبیعت داریم چی کار می‌کنیم، نسبت به هنر فرهنگ داریم چی کار می‌کنیم. خب الان که نگاه می‌کنیم تکلیف مشخصه که آینده اون چه خبره، یعنی این مثلا ما چندم جهانی در نام رتبه نام چیه صنعت فلان هستیم یا نیستیم خیلی موضوع هم نبوده. نمیگم بی ربطه ها، ولی این 2 تا مثلا خیلی برد بوده و نقطه مشترکش توی از مشخصا خاکه، چون همینجا که الان هستیم انگار که همین خاکی که رو زمین بوده رو ورداریم یه قالب بزنیم به دیوار، انگار فقط خاک رو ایستا کرده باشه. برای همین میخواستم به اون هسته اصلیه که آقا مثلا دغدغه اینجاست و وقتی که رشد میکنه 2 تا شاخه میده، یکی فرهنگ هنر فرهنگ میده و یکی هم طبیعت رو میده و موضوع اینجاست و حرف اون اینجاست. برای همین آره خیلی دیکتاتوری صرف وایسادم که به نظرم خب آره این که میشه بهش شکل داد، همین که خاک خب یه چیزیه که بیسه و میشه هر جوری به شکل داد. خب یه جزء من مخالفم
الان بعد از 2 سال قانع شد. اگه مثلا فرض که موافق باشم با فرض من که موافق دلیل مخالفت نبینه ایشون که اتفاقا که از دوستانشون جدیدن اسمشون رو گذاشتن ابو تراب به خاطر اینکه اسم رادیوشون خاک، اسم شرکتشون هم ترابه. اینو نمیتونستیم کارش بکنیم. من به عنوان کسی که حالا به خاطر دغدغه‌ای که نسبت به رسانه و مخاطب دارم مشخصا فکر می‌کردم که اگه ما اسم اینو بذاریم رادیو خاک بعد بیاد توی پادکست ها قرار بگیره برای مخاطب امروزی چقدر احتمال داره مثلا رادیو خاک رو پلی کنه. میدونید اسم چقدر جذابه. دغدغه‌ام روی اون بود اینکه اسم درسته رو متوجه بودم. این اسم خیلی شبیه کار ما. یا مشخصه که ما داریم میلرزیم یا نه. موضوع بحثمون بوده قبلا دیگه که اهمیت مخاطب چقدره تو ماجرا و اهمیت کاری که داریم انجام میدیم چقدره. اینکه ما کارمون رو انجام میدیم، کار درست رو انجام میدیم، اون چیزی که فکر می‌کنیم بهش باور داریم رو انجام بدیم. حالا یه تعدادی مخاطب خواهد داشت، خب، ولی در آینده در یک استمراری با گذشت زمانی اونهایی که باید پیدا میکنن و اون تأثیری که میخواد باید داشته باشه. از اون طرف هم خب این حرف فی الواقع حرف مثلا قشنگی هم میاد، خیلی هم حرف قهرمانانه بعضی موقع میاد که من شاید این طرف هم وایساده باشم، ولی از اون طرف وقتی شما تو فضای در واقع مدیا با اون اطلاعات صوتی تصویری و همون چیزهای تولید محتواهایی داره میشه قرار میگیری، میبینید که خب واقعا سخته این استمرار که خب مخاطب وجود نداشته باشه. خب یکی دیگه نکته دیگه هم که داره این که مخاطب خب بخش قابل توجهی از ایرادات شما رو رفع میکنه چون اون میبینه. خب یعنی آره اگر شما یه کار خیلی مطمئن و پرفکتی دارید انجام میدید، به خودتون کاملا مطمئنید، دارید فرهنگ مهم مینویسید، مثلا دکتر معین دیگه خیلی کاری نداشته به این که مثلا حالا بقیه الان بخوان از این تا چیزی درست میکرده که میدونسته سالهای سال قرار داشته استفاده بشه. خب ولی خب ما تو اون نقطه هم نیستیم، مثلا نمیتونیم تو اون نقطه باشیم. وقتی در مواجهه با یه فرهنگ هستیم مثلا شما نمیتونید اینقدر قاطع حرف بزنید نسبت بهش، چون اون مخاطب خودش جزء تولید محتوای فرهنگ، یعنی اون اصلا داره همین رو ایجاد میکنه. برای همین نمیشه اینطوری گفته که آقا نه اصلا مخاطب بخش از ایرادات شما رو میگیره، بخش از نگاه شما رو تصحیح میکنه. خب این دوگانه پیش اومد. اون چیزی که در واقع حالا میشه بهش گفت اصل، اصول، یا اون مثلا محتوایی که ما بهش اعتقاد داریم، مخاطب دلش شاید یه لوگوی خوب بخواد، یه اسم خوب بخواد، یه صفحه مثلا این اسای خوب بخواد، صدای خوب بخواد بشنوه، چیز جذاب بخواد بشنوه و همیشه تو این دوگانه بحث داشتیم دیگه تو این مدت. و راجع به این موسیقیه که خیلی هم نمیتونم اسمش بزنم فیل بداهه، ولی به قول ایشون بدون کمترین تفسیر از طرف ما ساخته شد، توضیح بدید. ببینید داستان از این قراره که حالا اینکه گفتید آگاهی و این دغدغه و این مسائل این چنینی چیزی بود که قبل از این که اصلا من به اصطلاح به رادیو بپیوندم این دغدغه وجود داشت. یعنی من بعد از شاید 3-4 سال بعد از دانشگاه یکی استادی داشتیم خدا بیامرز آقای دکتر ساسان سپنتا در مورد همین موضوع بافت و این مسائل این چنینی صحبت میکرد. بعد یک جرقه‌ای در ذهن من به وجود اومد این که البته صحبت به این بود که همه بناهای تاریخی خودشون ریتم دارن، خودشون موسیقی دارن و داشتن روی یک پروژه‌ای کار میکردن که بناهای تاریخی رو تبدیل کنن به موسیقی و اتفاقات خیلی کوچیکی هم در این زمینه اتفاق افتاد و چند تا کتاب معرفی کردن. داستان من دغدغه اینو همیشه تو ذهنم داشتم. یعنی بعد از اونم یزدم که اومدم خیلی در مورد این موضوع فکر کردم که مقاله خوندم و اینا، تهش کاری ندارم به جایی نرسید. ولی میدونید از هر کدوم از اینا یه چیزی در ذهنم بود، مثلا رنگ بافت، نمیدونم ریتم بافت، حالا بافت که میگم بنا منظورمه. و وقتی که این پیشنهاد اتفاق افتاد عملا شاید یک پروژه‌ای برای خودم بود، حالا یه مقدار کلی‌تر، نه اون دیتیل جزئی که در رابطه با یک بنا صحبت شده باشه. و از این بابت بود که خیلی هم برام جذاب بود و هم خیلی زود خوشبختانه البته اینطوری که میشنوم وصل شدم به اصطلاح به این داستان. فارغ از اونم که در مورد حالا مقدار فنی‌تر بخوام در موردش بگم، نمیدونم چرا ولی همیشه من یزد رو توی بیات ترک میشنوم و این شد که به هر حال این یک فرم به اصطلاح یک موتیو ریتمه که این تکرار شوندگیش
چند تا المان درش وجود داره. همین پادکست بودنه که نوعی صدای رادیویی که این امواج دارن تداعی میشن و همون ریتمی که توی بناهاست که هم در موردش صحبت شد یکسان هستن، اما هر کدومشون به یه شکل. تلفیقش با بیات ترک که به نظر من جنس موسیقی یزده شد این که باید. ما الان میخوایم توی 3 قسمت صحبت کنیم. یه بخش محتواست که به معماری مربوط میشه، شاید یه بخشی اگه اسمشو بذاریم فرمه که به قصه مربوط میشه، و بخش موسیقی. میخواید راجع به موسیقی ها صحبت کنید، راجع به صداگذاری ها. من چیزی که جدیداً شنیدم، چون ما این چند روز توی پیجم و حالا ارتباطایی که داشتیم از مخاطبا خواستیم نظرشون نسبت به رادیو بگن. یه نظراتی اومد که بعضیاش همش که سازنده بود، بعضیاش خب مثبت بود، بعضیاش منفی واقعا ندیدم. یه سری حالا انتقادهایی بود، مثلا اینکه چرا بعضی از قصه هایی که آقای حبیبی خودشون نمیخونن صداگذاریاش خوب نیست. این خودش بوده، خودش دایرکت داده به صفحه. نه خدا. نظر این بود که چرا اول موسیقی ها رو انتخاب نمی کنید بعدش قصه رو ضبط کنید، یعنی خوانشش رو. میدونید چی میگم؟ انگار که اون موسیقی قراره رو خوانشن تأثیر بذاره. شما مثلا قصه رو کامل ضبط میکنید، بعد میخواید حالا برای اینجاها موسیقی بذارید. این یه سری نه که بد باشه، اونطوری انگار که بهتره. خب دیگه ببینید، اولا که اون چیزی که میگید واقعا کاملا درسته، یعنی این که اگر که شما وسط قصه قهر میکنید، خیلی قهر که عرض بکنم که اگر این اتفاق بیفته که قطعا خوبه، یعنی امیدوارم که بتونیم تو فصل بعدی این کار رو انجام بدیم. یعنی میدونید اگر مثل یک فیلم بهش نگاه کنیم دیگه، یعنی همه این المان ها از قبل چیده شده باشن، به اصطلاح پیش تولیدی اتفاق افتاده باشه و بعد بریم برای تولیدش، قطعا نتیجه بهتری میگیریم. یکی از محدودیت‌های بزرگی که وجود داشت برای شخص من، فارغ از این که به هر حال همه مشغله‌های خودشونو دارن، 1000 تا کار دیگه هم می‌کنیم و این هم در کنارش متاسفانه این مقدار این شلوغ کاری هست، مهمتر از اون محدودیت زمانیه. شما برای تولید هر کدوم از پادکست‌ها وقتی زمان کمی داشته باشیم تا اینکه حالا قصه آماده بشه، بیاد ضبط بشه، شاید خیلی زمان برای این که این به اصطلاح پیش تولید اتفاق بیفته نباشه. من تکذیب میکنم مثلا قصه گیسو که فکر میکنم شاید بهترین قصه هم هست از نگاه خودم که ایشون خوندنش، من همچنان ایشون رو شکل علی آقا شیرازی میبینم از بس که خوب قصه رو گفتن. باهاش ارتباط برقرار کردید، براش موسیقی ساختید، زمان گذاشتید و خب حتی گفتید آقا این کار بیشتر زمان میبره. ما گفتیم خب باشه دیرتر منتشر. خب اتفاقی افتاد، اون اینکه قصه گیسو وقتی که ضبط شد، یعنی وقتی داشتیم مثلا تعریف میکردیم، آره من تو حتی اون متن اولیه هم تو ذهنم آهنگ ها بود. خب فقط اینکه ما یه قراری گذاشتیم که بعدم در موردش هم توضیح بدید، اینکه ما سعی کردیم که تو هر قسمت شروع نکنیم مثلا یه دونه آهنگ از آقای ناظری بذاریم بعد یه آهنگ از آقای مثلا عقیلی بذاریم. خب این کار نکنیم. اگر داریم از یک در واقع خواننده یا یک مجموعه در واقع استفاده می‌کنیم، از همون استفاده کنیم، بعد بهش مراجعه کنیم، معرفی کنیم که ما از این. بعد خب این اتفاق افتاد که تو ذهن در واقع نویسنده، تو ذهن من بود تو گیسو که آقا من دارم از در واقع این ماجرای با من صنمای در واقع شهر ناظرین تو ذهنم بود بابت اون قصه و بعد اومد رو حالا برداشت‌هایی ازش شد یا اتفاقاتی اونجا افتاد. ولی خب تو بعضی از موارد این شکلی نبود، یعنی قصه حتی ضبط هم شده. بعد اینکه ضبط شده نسبت به حال هوایی که داشتیم ما مثلا موسیقی انتخاب کردیم. بعضی این تقدم تأخر همون انتخاب موسیقی هست. اینکه انگار قصه ها بر اساس موسیقی باشن شاید. خب یه چیزی اینجا بود، اینکه می‌خوایم ما تو بعضی از پادکست این شکلی یه مطلبی داره گفته میشه، یه محتوایی داره گفته میشه، بعد به سبب اینکه شاید حوصله آدم‌ها هم چقدر هست تو محتوا یه کات میشه و بعد یه موسیقی مثلا. در صورتی که تو گیسو این شکلی نیست، بخشی از قصه رو، بخش از متن و شعر و موسیقی داره میگه. خیلی آدم‌های خاص با قصه‌های خاصی بیان. خب دقیقاً این میشه که ما تو همین بافت بریم خونه لاریا و سیگاری و نمیدونم رسولیان اینا رو مرمت کنیم و باقی خونه‌ها رو بگیم که اینا چیز خاصی نیستن که اینا رو مثلا خراب کنیم. خب ولی وقتی حفظی بافت می‌زنیم، یعنی اون خونه کوچیکه، اون خونه که مثلا 2 تا اتاق بیشتر نداره تا اون خونه که مثلا 20 تا اتاق داره، همه‌شون باید با هم بمونن. مثلا دیگه کوچیک بزرگی و جلوش بیشتره و تزییناتش کمتر اینا مفهومی نداره، همشون عضو یه دونه مجموعه.
خب تو این حالت آدم معمولی ها می‌خواستیم که بیان قصه هاشون رو بگن. سوالم اینجاست که اگه نفر بیاد موسیقی بیاد قصه‌شو تعریف کنه، خب هیچ اصلا آدمی که اصلا موسیقی گوش نمیده، حتی موسیقی حرام میدونه، اصلا هیچ، یعنی هیچ ارتباطی با موسیقی نداره، اومده یه قصه تعریف کرده. خب قصه‌شو کار نمی‌کنه. خب بعد آیا ما با شنیدن اون قصه میتونیم موسیقی ازش بشنویم؟ یعنی اون اتفاقی سر خونه میفته که میگه آقا استاد من میگفته که آقا این خونه یه موسیقی داره، اون اتفاق به نظرم اتفاق ویژه‌ایه. به نظرم اتفاقی که وقتی کل بافت با اون برات ترک تیکه تیتراژ اتفاق افتاده و من واقعا اون تیتراژ رو دوست دارم و ارتباط باش برقرار میکنم. بعد آره همیشه هم مثلا اون تیکه انتهایش به نظر میاد چیز فوق العاده است. این مثلا یه آره شما کل خونه رو گشتی بعد یه پستو رو وا می‌کنی یه چیزی اون انتها می‌بینی که اصلا فکر نمی‌کردی قراره ببینی. حتی زیستن‌های روزانه ما هم شگفت انگیزن. این چیزی بود که تو ذهن ایشون بود و همین که میگن خونه‌های معمولی، زندگی‌های معمولی، ولی یه سوژه‌ای که بشه ازش قصه تعریف کرد. به نظرم توی اون رد کردن‌ها یا تایید کردن‌هامون که چی رو تعریف کنیم، موسیقی هم میتونه انتخاب کنه. یه از ثبت جهانی شده و دیگه میشه دم به دقیقه پوزش داد و گفت یزدم برای همیشه هم که کاندیداست، شهر دوست داره، نمیدونم معلول و بعد پیاده رو که کتاب حسینی ایران هم که هست، تو همه چی تنها کاندیداست و رأی میاره و این حرفا. اگر الان میخوان یه مراسمی بگیرن و یه شامی بدن و یه جایزه‌ای بدن، مثلا آقا کی تو این باف مثلا داره مثلا چیکار میکنه، کار میکنه، آقا بریم نمیدونم فلانی اینا رو بعدا بیاریم. خب در حالی که مثلا خانم گرجی که تو دربند گرجی زندگی میکرد، ان شاء الله خدا حفظش کنه، یا خانم گوهری که تو فهادان، سالها اینا تنها برن بیان تو اون خونه زندگی کنن، اون خونه رو درش باز نگه دارن، عملاً فرهنگ اون خونن، هیچ موقع نیست همچین جایزه بگیرن. خب من و 4 نفر دیگه‌ای که میشه 4 تا عکس حساب بذاریم و 4 تا مصاحبه بکنیم و اینها قراره بگیم ما این کارو کردیم. خب در صورتی که ما نبودیم اونا بودن، اونا هستن ما نخواهیم بود. یعنی برای همین من اون چیزی که به عنوان معمولی میگم تعریف معمولی تو جامعه است، وگرنه اتفاق معمولی نیست که شما تو اون دربند گرجی چه موقعی که هیچ کس نمیشناخت، چه موقعی که ما تو دانشکده می‌خواستیم بچهای جدید ورود رو بترسونیم، می‌بردیمش تو دربند گرجی، میگفتیم میتونی تا ته دربند برو بیا. خب تو همون حال داشتن زندگی می‌کردن تا الانی که من دربند گرجی درست کردن و ای وای نام چه دربندی و چقدر طولانی و کلی داستان‌های دیگه. خب ولی خانم گرجی داشت اونجا زندگی می‌کرد. خب هیچ موقع نوبت خانم گرجی نمیشه و من این قصه واسم سوال بود که خب کی قراره همچین اتفاقی بیفته. حالا که به اینجا رسیدید یه ذره جدی‌تر راجع به ایده رادیو و هدفش، اینکه چی شد که فکر کنم بیشتر از 2 سال پیش بود یه زیرزمین خونه ابریشمی ما رسیدیم به هم و یعنی نرسیدیم به هم، قرار گذاشتیم که با هم صحبت کنیم و راجع به این که اصلا یه رادیویی شکل بگیره. یادم نیست اون روز اصلا متوجه شدیم که این پادکست باشه خوبه یا نه، ولی همین که آقا یه قصه‌ای داره یه جای خاک میخوره و اگه شما بهش نرسید شاید به گوش آدم‌ها نرسه و اون چیزی که شما همون روز گفتید، همین که این زیستن‌های روزانه شگفت انگیزن که آدم‌ها فکر کنن زندگی‌هاشون قراره یه جایی تعریف بشه. این تو مدل زندگی کردن الانشون هم تاثیر میذاره. شاید برای همین شد که قصه های ما حداقل تا الان خیلی هم تاریخی نبودن. درسته تو فضاهای تاریخی بودن، تو مکانهای تاریخی بودن، ولی اتفاقا قصه های تقریبا مثلا قدیمی ترینشون شاید مثلا چند سال پیش تا الان بود. این که لزوما هم نباید حتما وقتی میخوایم افتخار کنیم راجع به گذشته حرف بزنیم، میشه راجع به الان هم حرف زد و حرف برای گفتن داشت. حالا اگه راجع به ایده رادیو هم حرف بزنیم، خوشتون میاد مجریه رو کشیدن شیمه این دیگه شما مجری نیست. من نمیذاره دیگه. سازتون سر قصه هم همینطوریه. ما آدما رو زور بدیم تو این باف نگه داریم، کلی هم بهشون باج بدیم تو این باف بمونن که این خونه ها بمونن. حالا به یه امیدی که شاید بعدن این سری دیگه بیان اونا بفهمن بعد چیکار بکنن. بعد مثلا قصه برعکسه. یعنی ما داریم زور میزنیم این خونه ها نگه داریم که اون مدل انسانی زندگی کردن بمونه. خب و بخش قابل توجهی از شیوه زندگی ما که جابجا میشه به روایتی که برای هم دیگه تعریف میکنیم جابجا میشه. خب برای خیلی چیزا دیگه شاهد نداریم، برای خیلی از کارا دیگه شاهد نداریم. خب
و ببخشید این نگاه فکر کنم تبدیل شد به این که خونه ها شدن شخصیت، یعنی این که میگن خونه یه شاهدیه که خیلی چیزا رو میبینه. ما تو خیلی از قصه هامون خونه ها شخصیت اصلی یا یکی از شخصیت موضوع صحبت بکنید چون خیلی یعنی عملا اینه، یعنی این که اون کسی که شروع میکنه صحبت کردن در مورد که اینجا داشته چه اتفاقی میافتاده، خب خود خونه هست. خب و بعد از اونجا یه چیزایی آدم کسی که یادش رفته یادش میاد که آقا آره میشه مثلا یه بخشی از ملکی که ما الان سرش دعوا میکنیم، یعنی نکنید این خونه ها رو وقتی شما میخواید ببینید چه خونه میخواید بخرید، حتی تو ادبیات بازاری بساز بفروشیش میگن خونه چند تا حیاط داره، میگه چند متره. خب یعنی هی داریم تو این قصه پس رفت میکنیم، حتی تو کمیت بعد دیگه سر 1 متر و 2 متر و اینا قصه داره فرق میکنه. بعد تو همین اوضاع الان تو همین خونه شما یه ورودی دارید که جزء ملکتونه، سند جزء سنده، شما اومدید نشستید عقب داریدش به کوچه. خب یه ماشین که میخواد از چه موتور تو این ملک شما وای میسه و اون ماشین رد میشه. خب یه نفر وای میسه، شما از کوچه داری میدی بهش، بعد میاد توی هشتی که یه موقعی از روز درش وازه، هر کی خواست بتونه اینجا بشینه، چاه آبم داشته. خب این شاهدی از این که آقا من روزانه بخشی از اون چیزی که ملکمه رو دارم میدم به شهر. خب یه موقع هم درش میبندم کمتر میدم به شهر، یعنی این انبساط انقباض هم هستا. خب ولی این ارتباطه هست تا اینکه نه من تا سانتیمتر در واقع شهر که هیچی بیام بیرون، یعنی وسایلام بیارم بیرون بزنم توی چیز، بیام یه کنسول بیرون تا جایی که میتونم بیام تو شهر. خب این عملا یه شاهدیه. خب برای اینکه آره میشده این شکل زندگی کرد که آقا یه پا بشین عقب، یه نفر یه نفسی بکش. خب این مدل زندگی کردن شاهدش این خونه ها. خب و صرف این که بمونن، اگه شما فرض کنید همه اینها رو الان درست کنیم تمام شه، همش هم بمونن. خب برای همش هم یه خانواده پیدا کنی بگیم آقا اصلا ماهی اینقدر بگی توش زندگی کن. خب لزوما اون اتفاقی که براتون فرهنگ بیفته نیفتاد. خب برای همین روایت اینجا خیلی خیلی ضروریه، چون چیزی که داره جابجا میشه برسیم روایته. بعد این به روایت جابجا شدن اتفاق جدیدی هم نیست، کشف جدیدی هم نیست. فردوسیش همین کارو کرده، بیهقیش همین کارو، این ناصر خسروش همین کارو کرده. یعنی ما اصلا می‌بینیم آقا تو این قصه اتفاقا ما یه روایت بخش تاریخی داریم که ما تو روایت تونستیم خیلی‌سامون نجات بدیم. خب تو دوران خفقان مغولش تونستیم این کارو انجام بدیم، تو دوران حمله عربش تونستیم این کارو انجام بدیم. یعنی هر موقعی که شما یه حرفی رو نمیشه به راحتی زد، خب تو روایت میشه زد. خب و الان انگار واسه خیلی از حفظ خیلی از داستان‌ها که هم اهمیتش درک نمیشه هم ضرورتش درک نمیشه. یعنی همین الان که داشتیم صحبت میکردیم دیگه، یعنی من بخوام الان خیلی واضح بگم، امثال من خب که دارن اعتقادمه دیگه، اعتقادم بوده که الان اصلا که دلایلم که می رادیو چرا، چون یه بخشش برمیگرده به این اعتقاد. ما داریم تو این بافت زندگی میکنیم، ما داریم تو این بافت درآمد کسب میکنیم، ما داریم تو این بافت پول در میاریم، زندگیمون رو میچرخونیم، میتونیم یه موقعی هم پوزش رو بگیریم، پوز فرهنگش هم بدیم و این حرفا. ولی نهایتاً من یادمه که این رفیق اون آقای آخوندی، فکر کنم هادی آخوندی بود، یه عکس گرفت از یه آقای خیرخواه بود، یه عکس گرفت از مسجد جامع. بعد توی جلسه بحث شد که وقتی ما این عکس رو می‌خوایم جابجا کنیم حق تألیف می‌ذاریم که این عکس مال کیه، بعد بنویسیم که این عکس مال کیه و این هنر کی بوده که این عکس رو گرفت. و بحثمون که خب ببخشید میشه این یه دونه کاتر بندازید این مسجد جامع از تو عکستون در بیارید، چون شما نمیگید مسجد جامع مال کیه. خب ولی هممون قبول داریم، یعنی هممون بهش احترام میذاریم. خب یه مدل این روایت اینه ها که شما ممکنه خیلی کارا رو انجام بدید که نگیدن مال شماست ولی بمونه که مال شماست، یعنی اثرش بمونه. بعد به نظرم همه اونهایی که سعی میکنن از این فرهنگه یه درآمدی کسب کنن، یعنی من میرم یه عکسی از مسجد جامع میگیرم بعد عکس رو میتونم بفروشم، خب یه سهمیش مال خود مسجد جامع، یه سهمش مال خوده. من نمیدونم، به نظرم اگر که آدم ها تو این قصه رو باور کنن خودشون میتونن بفهمن چه سهمی. خب یعنی انگار که حق همسایه دارید میدید. فکر میکنم این چیزی که میگن تو خود رادیو اتفاق افتاده، یعنی همین کاری که الان خانه تراب داره انجام میده و همین پادکست رادیو خاک که تا اینجا مستقل بوده و امیدوارم مستقل باقی بمونه،
بخشی از همینه که ما چی کار میتونیم بکنیم براش. ما تلاشمون رو کردیم که به سهم خودمون این کار رو انجام بدیم. اما چیزی که صحبت نکردیم اون بحث گفتین اولش یه سری نظرات بوده، اونا در موردش صحبتی نکردیم. نظرات ببینید نظر خودتون که خوندین فقط اگه دیگران هم نظری داشتن بگید. گفتن که گوینده‌ای که چیز خیلی آره مثلا خیلی خشکه و اینها، بعد صمیمی نیست و اینا. گفتم اتفاقا ایشون میگه که سلاما رو مثلا برای من بنویسید. من نویسنده نیستم که سلام کنم. فکر کنم مثلا سلام. نه خب اون دلیلش چیز دیگه ایه. اون دلیلش اینه که شما میگی خودت سلام کن، بعد وقتی مثلا میگی سلام علیکم میگی علیکمش از کجا اومد؟ من که نگفته بودم علیکم. مثلا بعد دیگه آدم اعتماد به نفسش از دست میده. نه ببینید من میگم خودت باش. خب من نمیذاری که آدم خودش باشه که. نه ببینید من چیزی که از ایشون دیدم، مثلا توی جمع عادی که ما هستیم شما همیشه دیر میایید سر ضبط، اونو تو یادمه. بله بعد ما هم هستیم شما دیر میایید و اینها. خدا شو میایین استودیوی منم هم از دیر میام. آقای نصیرزاده هستن شما دیر میایید. خب با من کنید. بله میفهمم. بعد شما مثلا اونجوری میایید تو سلام میکنید و اینا، اون همون سلامه خیلی خوبه خودتونید. خب چیزی که من دوست داشتم تو رادیو اتفاق بیفته این که شما به عنوان گوینده مخصوصا که ببینید شما خودتونید با اسم مجتبی حبیبی دارید با آدم ها حرف میزنید، میتونید خیلی ساده تر و صمیمی تر حرف بزنید. میگم چیزی که حالا واقعا جزو نظرات بود، نظر خودم نبود، چون من یکی از موافقان جدی این بودم که شما قصه رو بخونید متاسفانه. ولی اینکه میگم اینکه شما شاید نتونستید خیلی یا دوست داشتید واقعا همینقدر جدی باشید، نمیدونم کدومش درسته، ولی خب چیزی که از مخاطبا دیدم که اونا دوست داشتن ما باهاشون شاید ساده تر و صمیمی تر باشیم. شاید اینکه حتی برسیم به اینکه صدای گوینده تبدیل بشه به همون صدای راوی و یکی بشه، یعنی پیوسته تر بشه و قصه رو همشو یه نفر روایت کنه. اما در مورد خود قصه چی بگیم؟ سوال بپرسیم. یکی ماجرا همون روایت کردن بود، یعنی یه موقع است که از روی متن نفر میخونه، یه موقع است که یه نفر قصه رو بلده شروع میکنه تعریف کردن. حالا یه بخشایش هم ممکنه که از جاده بزنه بیرون برگرد و اینها، ولی داره روایت میکنه. یکی این موضوع که حالا به خود من هم صحبت شد، یعنی توی ماجرا روایت کردن مثلا ماجرا این بود که آقا همون گل انار بلند با همه کوتاه بودنش و قصه نبودنش ولی روایتی بود، یه نفر داشت چیزی روایت میکرد. خب این که حتی میتونه واسه توپق زده بشه، میتونه من تو همون بلندم دوبار خب سر اونجا که داشت فوش میداد توپق زدن، فوشا رو نگفتن، این اتفاق میتونه بیفته. خب این برمیگره باز به اون ارتباطی که گوینده میخواد با قصه داشته باشه، خب که باز تو گیسو به نظرم این ارتباطه برقراره. آره به شدت. بعد یکی دیگه این که تو متن، خب اینم حالا با خانم فرشاد من این سری هم گفتم که تو متن ما حالا خوشبختانه هم تو معماری هم تو ادبیات پای خوبی تو تاریخ داریم. خب و وقتی که داریم همچین کاری میکنیم و به مورد خونه تاریخ صحبت میکنیم و اینها، یعنی من خودم تا قبلش این شکلی بهش نگاه نکردم تا اینکه که دوستان بهم گفت که شما مثلا یه شعر واسهش نمیخونید، یه ضرب المثل واسهش استفاده نمیکنید، اصلا از این بار ادبیات مثلا تاریخی چه به بهره نمیبرید. خب با اینکه مثلا این جمله که گفتید رو میتونید یه ضرب المثل هست اینو میتونید طرف بگه، یعنی علی آقا شیرازی میتونه یه دونه مثلا چیز بگه، یه دونه ضرب المثل بگه، یه مطلق بندازه. خب این موضوع خب بخشش برمیگرده به همون حالا قدرت راوی که راوی میتونه آیا فعل بداهه توی ذهنش اینا رو داشته باشه و بگه، خب یا متنی که بیاره و این در واقع کمک بکنه که آقا نکنید خب اینجا با این شعر میشه این کارو کرد. خب با دو تا بیت بعضی موقع میشه سر پیش برد و ارتباطه رو قوی تر کرد. یه دفعه یه متن به جای متن 3 روزه تبدیل میشه به متن تاریخی، طرف فکر میکنه از اعماق وجودش داره این ارتباط میاد. خب این دو تا موضوع، یعنی که موضوع روایت کردنه بود و یکی موضوع استفاده از بار ادبیات و حجم ادبیاتی که ما توی مملکت داریم که اگر شما خب دارید اونور معماری رو میارید، خب چرا ادبیات رو نمیارید؟ اگر مثلا میگید آقا موسیقی ما از این مجموعه استفاده کردیم، مجموعه مثلا یادگار دوست شرم ناظریه، چرا خب از این کتاب نه مثلا این بیتی که اومد مثلا اینه دقیقاً بین همینی که همش داشتیم میگفتیم قصه باشیم یا روایت، این به اون برمیگرده. اگر که روایت بشیم اون راویه باید بتونه اینا رو بگه. اگر قصه باشیم شخصیت پردازیه، یعنی که باید تو دهن اون شخصیت جا بگیره. ممکنه علی آقا شیرازیه در این حالی که یه ضرب المثل دقیقاً مناسب این وضعیته ولی او آدم ضرب المثل گویی نباشه. خب پس این شخصیت پردازی مهمه. این که ما تکلیفمون رو تعیین کنیم که سر قصه ایم یا سر روایت، اینو باید به نظرم
جدی بهش بپردازیم و تصمیممون رو بگیریم که من خودم فکر میکنم خیلی به سمت اینکه روایت بریم نزدیکتر بشیم، ولی اون گوینده بتونه ارتباط صمیمیتری برقرار کنه و دیگه حالت رادیویی نباشه، واقعا حالت اینکه اگه اینجا هم بودن آدم ها همون جوری بتونه ماجراش رو برقرار کنه. الان که گفتید یکی از پیامی که همکنون به دست به ذهنم رسید این بود الان تایپ می‌کنم برای گروه. دوستان خیلی‌ها گفتن که شما دارید از یزد قصه میگید، ما همش تصورمون بود که قرار یزدی قصه بگید. اینو کی باید جواب بده؟ اینو من میتونم جواب بدم. خب ما همینه. به نظرم لهجه من مثل هم موسیقی میبینمش. خب یعنی اگه موسیقی لهجه کمک بکنه به ماجرا، که آدم‌ها احساس میکنن یزدی بودن یعنی لهجه یزدی این مشکل داره. ما تو قصه همون اصطلاح یزدی داشتیم، اصلا همین که داریم راجع به معماری خونه حرف میزنیم، هر کدوم از این عناصر خونه یزدی کاملا، اینکه ظاهرمون انقدر یزدی باشه شاید به واقعیت وفادار باشیم. اگه این قصه واقعا اینجوری اتفاق افتاده ما چقدر تبدیلش کنیم به قصه؟ اگه این لهجه یزدی نبوده چقدر تبدیلش کنیم؟ بین اینم یه ذره همه قصه ها به نظرم همه قصه ها الا قصه چلیپا که اصلا بازم اونم یک پایی در واقعیت داره کاملا. خب ولی همه قصه ها در واقع پای در واقعیت دارن و اتفاقی هستن که افتادن، ولی ماجرا تفاوت نگاه هست. یعنی شاید همون قصه گیسو که مرمت حیات سبا خانم مرتضی رو بشه مثلا اکشن هم تعریفش کرد، بشه که عاشقانه تعریفش کرد، بشه مثلا نجات سربازایان تعریفش کرد. خب این نگاهه به نظرم اتفاقا جذابه. خب نه بیشتر منظورم نسبت به قصه‌ای مثل قصه برداشته که ما داشتیم فکر می‌کردیم که این قصه رو می‌خوایم واقعی تعریف کنیم، اسم شخصیت‌ها واقعی باشن، حالا چقدر میتونیم بهش اضافه کنیم. چون ببینید حالا خودش پادکستایی که داریم میشنویم خیلی کمتر این شکلی تولید محتوا، اونا خیلی دستشون بازه، چون مثل ما یه موضوع و سوژه‌ای رو واقعا همین که سوژه واقعی باشه، اسما واقعی باشن، حالا هم تبدیلش کنی به قصه ولی به واقعیت وفادار باشی. یعنی من خودم همش دغدغه‌ام همین بود تو قصه برداشت. اون دوستمون که داشت قصه‌شو رو تعریف می‌کرد، با اینکه ما بیشتر از اون میدونستیم ولی من سعی می‌کردم چیز بیشتری نگم چون میدونستم اون دوست نداره اینو. خب اینکه ما همش بین واقعیت و خیال در نوسان بودیم و فکر می‌کردیم حالا میتونیم بیشتر به سمت کدومش بریم، چون می‌خواستیم خیلی اخلاقی هم رفتار کنیم. به نظرم این تو خیلی از جاها دستمون رو بست و شاید حتی از جذابیت‌ها کم کرد چیزی که بهمون گفتن که مثلا شما تو قصه برداشت میتونستید خیلی چیزای بیشتری بگید، چرا نگفت؟ مثلا به سمت خیاله بعد رفت، از خیال انگیزی، از قدرت صدا بعد استفاده کرد. اصلا این جزءشه، یعنی ما نادیده گرفتن صدا باشه اگه بخوایم که صرفا مستند داستانی روایت بکنیم. به غیر از اینکه وقتی وایسیم گفتیم که اینها انسانن، اینها آدمن، اینها دارن حرف میزنن، یعنی رفتیم توی فضایی که باز همین خیال انگیزی برقراره. یعنی خیال انگیزی برقراره وقتی تو چلیپا تالار میشه مادر بزرگ، مطبخ میشه مادر، حوض میشه پدر. بعد این جمله که من هر وقت به پدرم نگاه میکنم نناغامو میبینم، هر وقت به حوض نگاه میکنم تالار رو توش میبینم، هر وقت این میلرزه، هر وقت این نگرانه اون بیشتر میلرزه. خب همین این دوره همون که ما تو ادبیاتمون هم داریم، یعنی اصلا ادبیاتمون همینه، یعنی همین با همین خیال انگیزیت این همه سال مونده، وگرنه که شاید اینقدر دوومی نمیتونست داشته باشه. مثلا بحث خیال انگیزی بحث اساسی که نه بحث اجازه داشتنه، اینکه وقتی قصه واقعیه و اسم شخصیت هست چقدر اجازه داریم، نه شاعرانه منظورم. تا حالا قسمت دیگه ما یه قفلی داشتیم، یه کلیدی داشتیم، کلیدمون واقعی بود، واقعا کلید رو داشتیم، واقعا کلید رو داشتیم که وقتی تو گیسو گفتیم که آقا هر حیاتی دختره، دیگه کل قصه درست شد. خب یعنی طرف میتونست بفهمه که خب این خیال انگیزی چه شکلیه. خب دیگه من درآوردی نیست، یه پایه‌ای داره. به نظرم من با این میگم همچنان با گیسو از این بابت برقرارم. توی نیمه مستم خب معلوم میشه که خونه یه نفر دیگه که داره ذوق میکنه، سنی ازش گذشته، مثلا این ماجرایی داره پیش میاد و حالا مثلا توی نیمه یه جاهایی اصلا اینکه این خونه زنه یا مرده. ولی مسئله اینه که شما طبیعتاً تا یک متنی که شاید یه سری از خط قرمزها رو گذرونده باشه، نداشته باشی، یک متنی که اجازه آزاد بودن رو به شما نمیده نداشته باشی، تا یک متنی که تو شوخی نباشه. میدونی وقتی قصه میشه قصه، خب طبیعیه که باید پایبند بود بهش دیگه. من فکر می‌کنم این رو دوش شماست که برای فصل‌های بعد
یه مقدار پا فراتر بذارید. این انتقاد رو من به کل فضا کردم، اینکه ما دوچار یک سانسور هستیم، هیچ دوچار یه خودسانسوری جدی هم شدیم. من فکر می‌کنم ما این یک اتفاق شما کم صحبت کردید. یه وله ببینیم. شما اون انتهایی رو دوره با ساز برید، ما دوره حال الان دیگه اصلا نمون ساز صحبت نکنید. من یک ساعت اینجوری نشستم فکر کنم لرزیدن رو گرفتم. اداشو برید بعد آهنگ بندری اومدم. میتونم بعدن تو استودیو ساز نه من الان میرم براتون شلغم میارم میذاری گرم شید و اینا کاری که دستم. تشکر خاصی از کسی نمیخواد بکنید. من از آقای سلمان و محله گازورگا منظورم بزرگترین تشکر رو جای بعضی خالیه، مثل آقای فرماندار ارسنجان اسمش اینجا نوشتم که شمارهشون مثل آقای این اتفاق اینو تعریف کنم. مثلا ما شماره گرفتیم از آقای حبیبی که این آقای شماره آقای سلمانه، بعد ما زنگ زدیم جواب ندادن. بعد رفتیم میشه هادی آخوندی هم شماره رو داد. ما وقتی نگاه کردم همونه دوره زنگ جواب ندادم، پیام دادم جواب ندادن. خلاصه یه روز هادی آخوندی زنگ شما هم زدید آقا من صحبت کردم الان زنگ بزنی اوکی. خلاص زنگ زدم من خب برداشت گفتم سلام خوب هستی تو چطوری تو؟ خلاصه من فلانی هستم از رادیو برای همین تصویربرداری و ما فکر اصلا منم وای نستم ما فلان روز می‌خوایم ضبط کنیم و شما برای سه شنبه آماده اید و من گفتش من به خدا کار دارم و حالا چون شما دارید میگید نه به نظرم خیلی کار مهمیه، ما بناهای تاریخیمون خیلی مهمه و اینا، حالا من چی باید بیام تو ما بخوایم حرف بزنیم و اینا. گفتش حالا باشه پس من فقط باشه. گفت آره شما دوربین و اینا، گفت من دوربین رو هماهنگ کنم برای فردا بعد از ظهر. گفت باشه برای فردا بعد از ظهر اینا. گفتش فقط من یه چیزی بگم من فرماندار ارزنجانم. چی بگم بنده خدا جلسه رو قبول کرده بود که بیاد دوربین رو بیاره هزینه رو برداشت کنه در مورد کاش هزینه ازش گرفت. یعنی همه چی رو پایه بود بنده خدا، خیلی خوب بود و اینا. بعد گفتش من فقط فکر نمی‌کنم بتونم کمکتون کنم. بعد گفتم آقا ببخشید من با یکی دیگه کار داشتم و اینا. گفت من یه لحظه ذوق کردم که نفر زنگ زده داره یه کار فرهنگی انجام ده. ولی واقعا تو اون سرعتی که حالا من تندم حرف میزنم قصه رو فهمید، باف تاریخی رو فهمید، جلسه رو فهمید و گفت اوکی بیاید من فربازرامو خالی میکنم، اصلا ببخشید من چند روز تماس نگرفتم و اینا. قشنگ 5 دقیقه 6 دقیقه دیالوگ رفت، جلسه هم بسته شد برای فردا شبش. کاملا هوایی شد. بعد فهمیدیم که داریم یکی دیگه صحبت می‌کنیم. آره بعد دیگه هم توسیم اونجا هم شام در خدمتشون باشیم، هم پذیرایی بشیم، هم یخ نزنیم، هم اینا. خب نه من تشکر که از همراهانی که توی خانه تراب کمک میکنن، طراح گرافیکمون، دوستانی که اونجا دارن زحمت میکشن. حالا می‌خوایم بگیم آقای لوگو رو که آقای سعید تامری زحمتش کشیدن. بعد بخش اینستا رو تو ابتدایش آقای کمالی اومدن، امیر کمالی اومدن کار کردن، کاورا رو خانم مهدی نخودی‌زاده کار کردن. یه نیروی دائم الوقت داریم به قول معروف که همه کاری واسه ما میکنه که خانم نازنین پاکنیت باشه، عملاً آچار فرانسوی که همه کاری واسه ما میکنه. یه نیرو خدماتی داریم به قول خودمون شوخی میکنیم باهاش که آقای امیررضا شکوهی باشه دیگه، هر جایی که به قول معروف برو اونجا بدو بیا اینجا ایشون دارن کار میکنن. بچهای در واقع خانه تراب که هستن، یا آقای مصطفی جواهری که از 2 سال پیشی که ما در واقع حرفشو زدیم همراهمون بودن و تو صحبت کردن. من بعد اسم مصطفی رو باز بیارم، مصطفی محسن زاده‌ای که به قول معروف خیلی وقتا من ایده‌ای که قصه‌ای که جلون تعریف کردم و نگه داشته که همینو مثلا اینو ول نکن، این قصه رو مثلا ول نکن، ادامه بده اینها. و بچه‌هایی که خلاصه تو آقای حامد نصیرزاده که خیلی زحمتشون دادیم و استودیوی شما و به قول معروف دیگه آره استودیوی شما خلاصه زحمت کشیدن و خانم رها. من میخوام نازنین پاکنیت ببخشید برای همه بودنهاش و آقای حامد نصیرزاده برای همه همراهی‌های بی‌دریغشون واقعا ازشون تشکر می‌کنم. آقای حبیبی که زلی از چیزا نبودناشون آقای نصیرزاده واقعا جبرانن. راجع به اون قصه رها پشتم شما شروعش کنید من کوچه رو بگم. یه تیکه‌ای بود ایشون اسم منه که میخونن توی آره یه بار من گفت چرا اینقدر از رها فرشاد زود میگذره، این یک مصوت بلنده. من منظورم فرشادش بود، میگفت رها فرشاد تموم شد. خب من گفتم که خب قشنگ بگو اینا. بعد تو قصه بعدی اومدن گفتن که تو قسمت خداحافظی آخر که بعد میگفتم که ایشون بازنویسی کرده و اینا
منم گفتم که رها فرشاد و دوباره گفتم برگشتم. رها فرشاد، من فرشاد رو میگفتم، بعد ایشون رو اون رها. بعد یه روز ما تو کوچه داشتیم میرفتیم سمت همون مسجد جامع با خانم هیدری، بعد ماسک داشتیم و یه نفر دیگه ماسک داشت از تو کوچه، من به عمرم ایشونو ندیده بودم، ایشون به عمرش من ندیده بود، الان ما ماسک داشتیم، یهو داد زد که رها فرشاد. بعد من برگشتم، بعد گفتم من شما رو نمیشناسم، گفت که نمیدونم چرا، من فکر کردم که شما اونی، یعنی بهشون میومده رها فرشاد تو شناسنامه‌شون عوض کنم، من 3 تا آب بذارم. بعد نمیدونم چی دیده بود و چرا متوجه شد، بگم خیلی عمیق قصه ها رو گوش داده. واقعا نمیتونم، یعنی واقعا سرد بماند به یادگار این سردی. و من واقعا ممنونم از شما که این فرصت رو دادید که شما گفتید از بچگی پادکست درست می‌کردید؟ آره پادکست درست می‌کردم اون زمان، مثلا حساب کنید اصلا نبود پادکست، نمی‌دونستم با چه پی نوشته میشه، با اون کاست‌ها مثلا خودم موسیقی تولید می‌کردم، بعد مثل گوینده حرف می‌زدم، اینا رو با هم می‌چسبوندم از این رادیو به اون رادیو، با یه مکافاتی خلاصه یک برنامه 10-15 دقیقه‌ای درست می‌کردم و بعد در جمع‌های خانوادگی اکران می‌کردم. یه داستانای اینطوری و واقعا این چیزی که واقعا منو کشید به سمت اینکه ورود کنم به این و به اصطلاح با جان و دل پذیرفتم که در این ضلع قرار بگیرم، دغدغه شخصی خودم و نوستالژی این داستان رادیو برای من بود. به هر حال همه این اتفاقات و همه این نقدهایی که قطعا سازنده هستن خب زمان میبره. به هر حال خوشحالم از این بابت که در خدمتتون هستم و دارم تجربه میکنم و اون کاریه که دوست دارم و حتما توی فصل‌های بعدی بهترم خواهد شد. خیلی ممنون. آقا دست شما درد نکنه. تو این سرما ما بریم یه دونه شلغم بیاریم تا سرده. دستتون درد. انار خورم بود شلغم بخوریم چرا؟ شما می‌خواید انار بخورید ولی فکر کنم شلغم الان. آقا اینو می‌خواید واس کنی؟ تمامه؟